انسان برای دوستم که سال 2000 در زندان در ایران سنگسار شد نوشتم و تقدیمش میکنم به تمام مبارزان مملکتمون. وقتی مردم روی قبرم ننویسید کی بودم، ننویسید چی میخواستم، چی میگفتم، کی بودم، ننویسید قطعه شعری یا شعاری، ننویسید کی بودم از چه تباری. وقتی سنگسار آخرین نقطه راهه، نمیخوام سنگ روی گورم بذارید. وقتی عشقم با خودش نفرتو داره، نمیخوام گل روی گورم